شام 1 مای ساعت 20:00 تاجیکستان به قرقیزستان 10 شهروند آن کشور را که روز 29 اپریل در جریان مناقشه‌های مرزی دستگیر شده بودند برگرداند. خدمات مطبوعات والی ولایت بادکن با نشر نو عکس از این مراسم برگردانیدن اسیران خبر داد که آزادی این 10 ساکن دهه اینترنشنال با شمول رئیس این دهه میرزابک جمعبایف در نتیجه مذاکرات والی بادکن عمربک سوانلیف با رئیس ولایت سوخت تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده امکان پذیر شد. خدمات مطبوعات مأموریت بادکن در اطلاعش ساکنان آزاد شده را گروگان نامیده است. مقامات تاجیکستان به اسارت گرفته شدن میرزابک جمعبایف را رد می‌کردند. جانب قرقیزستان می‌گفت رئیس دهه اینترنشنال روز 29 اپریل زمان دستگیر شد که برای تفتیش خبر هلاکت 2 شهروند قرقیزستان به موضع ژلای دام در نزدیکی مرز با تاجیکستان رفته بود. مناقشه‌های روزهای 28 29 اپریل در مرز ولایت سوخت تاجیکستان با بادکن قرقیزستان پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در عموم در تاریخ همه مناقشه‌های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی شمرده می شود. وزارت تندرستی قرقیزستان که در سامانه رسمیش آمار آخرین قربانیان از جانب آن کشور را پیوسته نو می کند خبر داد که تا صبح 2 مای شماره عمومی آسیب دیدگان از حساب شهروندان قرقیزستان به 179 نفر رسیده است. از این شمار 34 نفر کشته شدند. جانب تاجیکستان تا کنون آمار رسمی درباره شمار کشته شده ها و زخمی ها از این طرف را نشر نکرده است، ولی در مطبوعات تا این دم نام دست کم 16 شهروند تاجیکستان کشته شده در جریان مناقشه های اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نشر شد. به گفته منابع گوناگون حدود 100 ساکن دیگر تاجیکستان در جریان این مناقشه ها جراحت برداشتند.